حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب آقای محمد الهی بفرمایید. استاد عزیزم، من میخوام یه چیزی به برادران شیعه‌مون بگم. اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید. استاد گرامی، برادر عزیزمون آقای محمد الهی از جمله عزیزانی هستند که این خرافات و خزعبلات رو به خاطر هدایتی که الله سبحانه و تعالی نصیبشون کرده ترک کردن. بفرمایید برادر گرامی. زنده باشین انشالله. من میخوام از این برادران شیعه بپرسم، میشه در دین مبین اسلام تناقض وجود داشته باشه؟ یعنی خداوند یگانه در قرآن دستوراتی بده به حضرت رسول وحی برسونه، اما در جای دیگه ضدش بشه، یعنی ضدش رو صحبت کنه یا بگه یا حدیثی بیارن. در دین اسلام آیا خداوند یکتا از آینده بیخبر بود؟ نمیدونست اگر کسی بخواد بر رسول الله و اهل بیتش یا اصحابش مثلا دشمنی کنه، نمیدونست اینو؟ برها تو اگه میشد تو قرآن میگفت شاید بعضیا دشمنی کنن. من میخوام بگم اصلا من خاک زیر پای حضرت علی هم، من خاک زیر پای اصحاب رسول الله هم، قربون حضرت علی من میرم. اصلا مشکل این نیست که حضرت علی جانشین حضرت رسول بود، اصلا ما میگیم بود، طبق گفته اونا بود. آیا اینا همین مشکل همینه؟ اینا اصلا آیات قرآن رو تکذیب میکنن. در سوره توبه آیه 88 که الله متعال فرمود اصحاب سعادتمند شدن. بله. خب وقتی که خداوند دستور میده اصحاب آنان که زندگی رو گذاشتن، زن و بچه و مال رفتن، اینا سعادتمند شدن. حالا اینا از کجا آوردن که اصحاب فلانی 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 آدم بدی بودن؟ خداوند در سوره مائده آیه 44 میفرماید هر کس برخلاف آنچه خدا فرستاد حکم کند، چنین کسی از کافران خواهد بود. الله میفرماید، من نمیگم. درست. یا خداوند در سوره سجده آیه 22 برادران عزیز شیعه من، خداوند میفرماید کدامین کس در عالم از آن کس که به آیات خدا پند و تذکرش دادند باز اعراض کرد، ستمکارتر کیست از اینا؟ ما از بدکاران انتقام خواهیم کشید. خب الله متعال که فرمود سعادتمند عالم شدن اصحاب رسول الله، آیا میشه در دین تناقض باشه؟ خب خداوند در جهان آخرت آیه داریم که میفرماید با این آیه من چه کردی؟ حالا خدا میدونی چیه گفتن اینا به رسول آخر این که نشد. قربون همتونم. چجوری میشه آیات الله رو تکذیب کرد؟ خب خداوند که گفت اینا سعادتمند عالم شدن. درست. حالا از کجا آوردن میگن اینا؟ خداوند نمیدونست کسی در آینده شاید به رسول الله دشمنی کنه یا به حضرت علی؟ بعد میمد میگفت صحابه اصحاب سعادتمند شدن. خب جواب این آیه رو در جهان آخرت در پیشگاه با عظمت الله چه خواهند داد؟ هممونم با همین کتاب وارد محشر میشیم. درست. جواب اینو باید داد دیگه. یا در خیلی ببخشید الان وقت گرامیتونم میگیرم، یعنی باید چند دقیقه من فرصت بدید. اینم موندم. آیه 21 خداوند به رسول میفرماید
چون به مردم بگویید بیایید و از کتابی که خدا برای هدایت خلق فرستاده پیروی کنید. جواب دهند ما تنها از طریقی که پدران خود را بر آن یافتیم پیروی میکنیم. رسول الله میفرماید ای رسول بگو آیا هرچند پدرانتان را شیطان با آتش دوزخ بخواند باز پیروی از آنان خواهید کرد؟ آقای انصاری برادران عزیز شیعه، من مشکل فقط خلافت حضرت علی نیست. من خاک زیر پای علیم، من خاک زیر پای اصحابم. آیات خدا را تکذیب میکنن یا همینی که خداوند میفرماید چه کردم، خداوند میفرماید در مسجد فقط مرا پرستش کنید و هیچ احدی را با من شریک نکنید. حالا من نمیدونم دیگه آقای انصاری، خدا انشالله همه ما رو برای اول منو به راه راست هدایت کنه انشالله. وقت شما رو گرفتم، خدا به همتون سلامتی بده انشالله. سلامت باشید. خدا انشالله از گناهان ما هم درگذره. آمین. خدا انشالله به شما هم سلامتی بده. ببخشید وقتی گرامیتونید خواهش گرفتم. میکنم. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. به هر حال ببخشید آقای انصاری، صدای گرم شما رو شنیدم. خدا از همین روی تلویزیون گوشونی ماه که میبوسم. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید انشالله. خدا نگهدار همه مسلمانان جهان باشه. آمین آمین آمین. سلامت باشید. خداوند نگهدارتون. مرگ بر اسرائیل، درود بر فلسطین. آمین. سلامت باشید. تشکر از شما. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا